امروز با شما یک خوراک می‌کنیم. مستوبه. پیاز را بالا می‌کنم. اگر گوشت بخواید می‌تونید اول گوشت بعداً پیاز بکنید. نه فرجونه عزیز مستوای ما تیار شد. بجمع فرجونه عزیز میخوام که کم ترک خشکی تیار کنم. من اینجا کم ترک روغن اخلاقی باش کم شیر دروش نمک اضافه میکنم. بعد آفتابی من میخورم. باز نشون میدم برشون. هم کردم. کم تر شیر روغن کمی هم باشد آب اضافه کردم دروش و آرد. من خمیرم رو تیار کردم. اکنون این رو میپوشانم و کمی نگه میکنم. تقریبا یک ساعت دمی رسد. اینو من رشتمو پیچوندم و درونش کچکه و آب بزرگ کنم. حالا این رو من برام صرف میکنم. سلام به جناب فرجانه عزیزی. من امروز بلوگ من کارتوشکا ویدیوم در ساعتی 10 شب من کارتوشکا آماده کردم. بیاین با هم میخوریم. سلام به جناب فرجانه عزیز. خوش اومدید. من امروز شرفم میخوام که درباره همین نوعی هر یک از زن میتواند همیشه نانهای با لذت آماده کند و خانواده خود را خرسند کند. من در این آب اضافه کردم کمی شیر و کمی هم باشد روغن. افاجانای عزیز من در این شیر روغن رو بسیار اضافه نکردم، کم و خمیر رو شوریده همیشه دروش اضافه کردم رسیده. من این رو در دخوفکه پختم. روزی که افاجانای عزیز دخوفکه من بلاش نمیپزد، تنها ته میپزد. به خاطر همین بعضی رفاه هستن که در روی این من در روی سیمت فوقشته میمونم. سیمی دخوفکه ده برای همه قلوش بپزد گفته و برای آرایش و برای زیباییش در رویش تخم رو مالیدم. برای همه شما توصیه میدم که همین رسپت من که آماده کنید. به حد نانهای با لذت میپذیرید که خودتان از خوردنش دیر نمیکنید. برای همه شما در زندگیتان در کار براتان برای موفقیت میخواهم. سلام به جناب فرجانه عزیز. خوش آمدید به کانال ما. امروز من میخوام که درباره همین استرس و کم ترک برای شما معلوماتی می گاز 2 لیتر و چاینی کسرگه چیزی که دارین که جزیره روغنش بسیار روشه جمع شده. شما میتونید همین استرس و کمپانی فبیلی خریداری کنید به حد رست و زرای همین کم نوعی دیدن. اگر در روی دخوفکتان بودی همین چرکه و خودش علاقه بودیم کرده چاینکتان در کم جوش میکنه
دختون آمی کسر و چیزی که دارین مثلا گرم کرده شود کمک گرم میکنین این ویزریس رو میریزین کم دارم میریزین و روی خودش او میکنه توز فقط میتیتون یه بار میشه که این با مچلکه تمام سوزه میشه انا این دخوفکه و چیزاتون باشه میخوای کمک میریزین علاقه نبینین اوشته میگیره جیرجه همتون میتونین استفاده برنده شوین به حد ارزان دستف که تمام شهرها دارین که تکس کنین